وقتی این خبر رو به ما دادن که دعوتنامه اومد، من اصلا شوکه شده بودم. سلام، من ویدا حسنیا هستم. ما چندین ساله که دوست داشتیم که مهاجرت بکنیم، به کد شغلی سیویل انجینیر درافت پرسن اقدام کردیم. حسین دمیرچی هستم، مهندس معمار، کارشناسی ارشد معماری منظر و شهرسازی. الانم ویزامون رو گرفتیم. در بهترین ویزای استرالیا، ویزای 189 با کمک تیم خوب متد ویزا. خب شرکتی بود که افراد حرفه‌ای توش بودن و حالا اونقدر پرونده های شاید بگم هزار پرونده زیر دستشون نبود، ولی تایمی که میتونستن صرف هر پرونده کنن خیلی بیشتر از شرکت های دیگه ای بود و خیلی حرفه‌ای تر برخورد میکردن. نتیجهشون واقعا خیلی خوب بود. امیدوارم که اعتماد کنید. ما هم مثل شما بودیم، خیلی استرس داشتیم، ولی در طول فرایند این پروسه که قرار میگیرید کم کم قانع میشید و متوجه میشید که با چه افراد حرفه‌ای در ارتباط هستید. خیلی ناامید شدیم. من با مجموعه تماس گرفتم، با بچه‌های متد ویزا صحبت کردم و گفتم که آره واقعا برای ما امیدی هست، تو خدا به من یه حرفی بزنین که ما امیدوار شیم. که من قشنگ حرفشون رو یادمه که گفتن که اصلا به هیچ عنوان امیدتون رو از دست ندین، شما رفتنی هستین. راجع به احساساتی که داشتید فکر کنم یه حس خیلی جدیدیه. تا به حال بالا پایین همه آدما زیاد تو زندگیشون دیدن، ولی این ورژن از احساسات که شما یک چشتون از خوشحالی داره فریاد میزنه که زحماتتون به ثمر نشست، یه چشتون به خاطر دلتنگی خانواده و ایران و همه مسائل وابستگیش گریه دارید میکنید. یه خلاصه بگم مهاجرت به استرالیا برای بچه‌های ایرانی فقط یه زبانه. اینجوری تو ذهنتون داشته باشید که یه کنکور زبان میخواید بدید که قبول شید تو کشور استرالیا.